خیلی خوش آمدین به جلسه 19 از سلسله لایف های حریت. همونطور که در جریانید و تو این شبها بودین و شنیدین، در مورد ترک عادت ها با هم صحبت میکردیم، در مورد خودآگاهی، خودشناسی و ترک عادت های بد و ایجاد عادت های خوب. صحبت های خیلی خوبی تا حالا با هم انجام دادیم. 2 شب در مورد قضاوت با هم صحبت کردیم، آخرین صحبت هایی که بود، و امشب هم قراره که در مورد غیبت با هم صحبت کنیم. خواهشی که ازتون دارم اینه که هر صحبتی که امشب داره انجام میشه فقط نه امشب، هر شب، هر جایی، هر آموزشی که میبینید، یادتون باشه فقط برای تغییر شخص شماست و ذهنتون، شیطان شما رو به سمتی نبره که به این فکر کنید که کاش فلانی بود اینا رو میشنید، کاش میشد اینا رو یه نفر بفرسته برای فلانی. خواهش میکنم دست از این که هی فکر کنیم گناههای ما کوچیکه، گناههای بقیه بزرگتره، و دست از تغییر بقیه آدمو برداریم. هر چیزی که داریم میشنویم اینجا فقط برای اینه که ما رو تبدیل به آدم بهتری کنه. ما کاری به هیچ کس نداریم و بنامون بر اینه که همه آدم‌ها از ما بهتره. پس هیچ کس رو قرار نیستش که تغییر بدیم. بریم با هم دیگه در مورد غیبت صحبت کنیم. فقط خواهش میکنم که اگه دوست دارید این صحبت ها به کسی برسه، موشک کنار رو بزنید و به این لایف دعوتشون کنید. فقط همین. در طول لایف تمرکزمون روی اینه که فقط به خودمون فکر کنیم، نه کسی دیگه. یه سالی توی بنی اسرائیل قحطی شد. حضرت موسی چند بار نماز بارون خوند و طلب بارون کرد، اما خبری از بارون نشد. خدا به حضرت موسی وحی کرد که من به خاطر یه نفر که در میان شماست و سخنچینی میکنه و حرف بین این اون میبره، دعاتون رو مستجاب نمیکنه. حضرت موسی گفت که اون شخص کیه؟ خدا به حضرت موسی گفتش که من دارم به تو میگم که غیبت بده، بعد حالا خودم بیام به تو بگم اون آدمه کیه؟ بگو همه توبه کنن تا اون دعا رو مستجاب کنم. البته این داستان رو یه جور دیگه هم تعریف میکنن. میگن که زمانی که رفته بودن برای طلب باران، حضرت موسی از خدا پرسید خب چرا بارون نمیاد؟ خدا گفت بین شما یه گناهکاری هست که حالا مبتلا به سخنچینی یا همون غیبته و به خاطر اون دعا مستجاب نمیشه. حضرت موسی روح کرد به قوم و گفتش که یه نفر بین ما هست که این ویژگی رو داره و به خاطر این بارون نمیاد. هر کس از خودش بلند شه بره. و اون شخص همون لحظه تو دلش توبه کرد و از خدا خواست که آبروشو نبره، کسی نفهمه که اون به این گناه مبتلاست. و همون لحظه خدا به حضرت موسی گفت که توبه کرده و من بخشیدمش و دعای بارونش رو مستجاب شد. این داستان رو برای این گفتم که بدونیم اهمیت این صحبت کردن چقدر زیاده. امشب قراره که در مورد غیبت با هم حرف بزنیم. غیبت به معنی حضور نداشتن یک فرد تو مکان خاصه. غیبت کردن به معنی پشت سر کسی بدگویی کردن یا پشت سر کسی حرف زدنه. پیامبر میگن که میدونین غیبت چیه؟ خدا و پیامبر میگه بهتر میدونن که غیبت چیه. این که از برادرت چیزی بگی که دوست نداره. گفتن اگه اون چیزی که میگیم در اون فرد باشه چی؟ یعنی یه چیزی در موردش میگیم بده ها، ولی میدونیم که اینو داره. گفتن حتی اگر اون چیزی که میگید درست باشه غیبتشه، و اگر نباشه و بگید که تهمت زدید بهش. خدا میگه که به حضرت موسی میگه غیبت کننده اگه توبه کنه آخرین کسیه که وارد بهشت میشه، اگرم توبه نکنه اولین کسیه که وارد جهنم میشه. توی سوره حجرات آیه 12 میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید،
چرا که بسیاری از گمانها گناه است و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ همه شما از این امر کراهت دارید. پس راهی را پیشه کنید که خدا توبه پذیر و مهربان است. میدونین چرا اسلام گفته کسی که غیبت میکنه انگار گوشت برادر مردش رو داره میخوره؟ به خاطر اینکه وقتی ما شروع میکنیم به غیبت کردن در مورد یه نفر صحبت میکنیم، یه دروازه‌ای رو باز میکنیم به سمت خودمون که هرچی آلودگی هست توی اون فرد، که اگر ما میتونستیم اون آلودگی ها رو ببینیم و بوی تعفنش رو میتونستیم حس کنیم، میفهمیدیم که چرا تشبیه شده به این. و این کار غیبت همه اون تعفن ها رو وارد زندگی ما میکنه. اگه زندگیمون با گره مواجه میشه، یه سر باید به خودمون بزنیم، ببینیم داریم چی کار میکنیم، چی داریم با این غیبت وارد زندگیمون میکنیم. غیبت کردن کار ناپسند اما خیلی آسونیه. یه مکالمه کاملا معمولیه و ممکنه که در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه انجام بشه، ولی خیلی زشت و کریهه. ممکنه که مثلا خودتون رو در حال غیبت کردن ببینید ولی اصلا متوجه نشین چجور شروع شد. خیلی از مردم نمیدونن که غیبت چه معنی گسترده‌ای داره. غیبت علاوه بر گفتن میتونه شنیدن هم باشه. غیبت میتونه حتی یه کلمه، یه نگاه، یه اشاره یا حتی یه نوشته باشه. صرفا نیستش که بشینیم دور هم راجع به یه نفری صحبت کنیم. چند نوع غیبت داریم. غیبت در صفت افراد، مثلا میگه طرف پوستش سیاه پوسته. غیبت میتونه در مورد رفتار آدم باشه، مثلا میگیم این آدم عجولیه یا تندخوئه یا عصبانیه. اینا همه غیبته. یا در مورد صفات درونی آدم باشه، مثلا بخیله. این هم غیبت محسوب میشه. از هم نشینی با افرادی که خیلی صحبت میکنن دوری کنین. حرف زدن زیاده که از یه جایی به بعد بحث رو میبره به غیبت. چون حرف کم میاریم دیگه، مجبوریم از این ور و اون ور، از این و اون صحبت کنیم. آدمای پر حرف از همه حرف میزنن. برای همین حدیث داریم که اگه صحبت کردن از نقره باشه جنسش، قطعا سکوت از طلاست. به ما خیلی مهارت حرف زدن یاد میدن ولی کسی در مورد مهارت سکوت صحبت نمیکنه. و یکی از مهمترین چیزها تمرین سکوته که به غیبت نرسه. وقتی که کمتر صحبت کنیم در مورد خودمون هم کمتر اطلاعات میدیم به بقیه. وقتی کمتر اطلاعات بدیم نقطه ضعف‌های کمتری از خودمون در اختیار دیگران قرار میدیم. وقتی نقطه ضعف‌های کمتری از خودمون به دیگران ارائه بدیم کمتر آسیب میبینیم. ما از جاهای آسیب میبینیم که بیشتر به خاطر این بوده که حد و مرزمون رو با آدم‌ها رعایت نکردیم. نقطه ضعف‌هامون، ایرادهامون، کم و کاستی هامون رو گذاشتیم در طبق اخلاص و پیش آدم‌ها ارائه کردیم و از همون ناحیه آسیب دیدیم. هرچی حرف زدن کمتر میشه، کمتر در مورد خودمون، اهدافمون، ایرادهامون، غم و غصه هامون، هر چیزی کمتر صحبت میکنیم، کمتر غیبت میکنیم. این پرحرفیه که خیلی از گناه ها رو به وجود میاره. کسی که خودشون ذهن آشفته‌ای دارن نمیتونن جلوی گرایش این عادتشون رو بگیرن و میان سراغ شما پرحرفی میکنن تا این بار و این انرژی منفیشون رو شما خالی کنن. اما حتی اگه احساس کنین که شما با گوش دادن به حرفاشون بهشون کمک میکنین ولی نمیتونید شما از این بار خلاصشون کنین، باز از پیش شما میرن سراغ یه نفر دیگه، باز پیش یکی دیگه و خودشون رو تخلیه کنن. وقتی مردم صحبت میکنن باور نکنین که هرچی میگن مخصوصا در مورد بقیه آدم درسته. اونا فقط دارن چیزایی که تو ذهن خودشون هست رو به شما ارائه میدن. و طبق صحبت یه عده‌ای کسایی رو که اصلا ندیدید و نمیشناسید و قضاوت نکنید. برای فرار از غیبت و ترکش چند تا کار میخوایم انجام بدیم. اول اینکه ببینیم چرا غیبت میکنیم. بعد ببینیم غیبت چه آثاری داره. بعد بریم سراغ راهکار ترک غیبت. چرا غیبت میکنیم؟
یه خلوتی با خودمون بکنیم مثل همیشه و ببینیم با چه انگیزه یا انگیزه هایی میریم سراغ غیبت. بعد سعی کنیم که با این کار خلوت انگیزمون رو ضعیف کنیم. انگیزمون رو برای غیبت کردن ببینیم چیه، ریشه یابیش میکنیم و ضعیفش میکنیم اونا. هر کس خودش بهتر میدونه که چه انگیزه‌ای داره اون غیبت کردنش، ولی ما اینجا چند تا مثال میخوام بزنم ببینید جزء کدوماشه. مثلا ممکنه کسی رو که داریم ازش غیبت میکنیم باش دشمنی و خصومت داریم و باعث میشه علیه اون اقدام میکنیم، غیبت کنیم برای اینکه بخوایم که اونو کوچیک و خارش کنیم، کاراشو بی ارزش کنیم. یا ممکن از روی حسادت غیبت کنیم. یه حسادتی تو ما هست میخوایم درمان بشه، سرکوبش کنیم. باید ببینیم که چرا ما باید به کسی حسودیمون بشه. آیا نعمتی در اون هست که ما میخوایم آرزو کنیم اون نداشته باشش؟ که خب خدا میتونه در عین حالی که به اون غیبت شونده یه نعمتی داده به ما هم بده. لازم نیستش که ما بخوایم درگیر این حسادت بشیم که به غیبت بکشه. یه وقتی هم هست بحث دلسوزیه. مثلا غیبت از سر دلسوزی باشه. ما ممکنه که یه مشکلی، یه گرفتاری از فرد رو میایم توی جمعی مطرح میکنیم، در حالی که خودش اگه بشنوه خب ناراحت میشه، دوست نداشته، اونو دوست داشته به ما بگه، دلش نمیخواسته بقیه بدونن که اون چه مشکلی داشته. اینجا باید فکر کنیم که این راه دلسوزی نیست و نگیم که خب من رفتم توی این جمع مطرح کنم، شاید کسی راهکاری به ذهنش میرسید. نه، مگه اون از شما درخواست کرده بود که شما همچین کاری بکنید؟ یا گفته بود که برید برای من بگردید دنبال راه حل؟ اگرم گفتید که مثلا منم که این مشکل رو دارم، ایراد نداره. اگه مشکلش قابل حله، دست ما برمیاد براش حل کنیم، ولی جای دیگه ای نریم طلب کمک کنیم. خیلی ها این کار رو میکنن. یه علت دیگه هم ممکنه داشته باشه این غیبت، به خاطر خوشگذرونی. صرفا به خاطری که دور هم نشستیم و حالا یه حرفی بزنیم و اون لحظه ها به خنده بگذره. در این صورت باید فکر کنیم که این چند لحظه خوش بودن به این عذاب و عقوبتی که در پی داره به تبعاتش میارزه؟ قطعا نمیارزه. این جدول چی به دست میارم، چی از دست میدم، معجزه زندگیه. هر وقت خواستید یه کاری انجام بدید، به این فکر کنید که این کارو که انجام بدم چی به دست میارم، چی از دست میدم. این کارو که ترک کنم چی به دست میارم، چی از دست میدم. اگه من نشستم میخوام با دوستام خوش بگذرونم، میخوام حرف بقیه رو بزنم، چی به دست میارم، چی از دست میدم. قطعاً کفه چیزهایی که از دست میدم خیلی سنگینه. یه عالمه معنویت از دست میدم و چیزهای بی ارزشی رو به دست میارم. چند تا راهکار مفید میخوام بهتون بگم برای ترک غیبت. راهکارهای فوق‌العاده. اولیش این که از افرادی که در مورد دیگران صحبت میکنن دوری کنی. بعضی هستن که اگه از بقیه صحبت نکنن اصلا حرفی دیگه برای گفتن ندارن. یه بار به یکی از دوستام در مورد این که دوست ندارم غیبت کنم، با هم حرف بقیه رو نزنیم صحبت میکردیم. جواب جالبی داد. گفت خب پس در مورد چی صحبت کنیم؟ یعنی انگار وقتی حرف بقیه رو از یه سری از جمع ها میگیری، انگار دیگه هیچ حرف برای گفتن ندارن، هیچ چیزی برای ارائه ندارن. مثل خیلی از روابط دو نفره که مثلا عاشق و معشوقن، ولی یه چیزی که از رابطهشون حذف میشه، عملا دیگه چیزی برای ارائه ندارن و رابطه عمیقی نیست اصلا. با کسایی که نمیتونن غیبت نکنن رفت آمد نکنی، حتی اگه به قیمت این باشه که دوستاتون رو از دست بدین. اصلا مهم نیست، چون نبودنشون بیشتر به شما منفعت میرسونه تا بودنشون. دو، جاهایی که اونجاها غیبت میشه نرین. توی یه جاهایی مثل محل کار، بعضی آرایشگاه ها، یه سری غیبت ها و شایعات رد و بدل میشه. مثلا رستوران های سرویس های دانشگاه، یا یه جاهایی مثلا میرید تو شرکت های اتاقای اسموکینگ جمع میشن دور هم، یا موقع نهار همه مثلا میرن یه جایی با هم نهار بخورن تو شرکت ها. یا بعضی آرایشگاه ها هستش که مثلا میدونید فلان کسی که اونجا کار میکنه کلا
در مورد بقیه مشتری‌ها، خانم فلانی فلان شده، خانم فلانی دخترش طلاق گرفته، خانم فلانی پسرش معتاد شده، خانم فلانی اینجوری شده. وقتی میرید اونجا کلا هر آمار همه همسایه‌ها محل به شما میده. نرید. خیلی راحت و در یک جمله بخوام بهتون بگم، از همه مکانهایی که اونجا غیبت شکل میگیره فاصله بگیرید. اگه تو شرکتتون مجبور میشید که تنها نهار بخورید به خاطر اینکه تو اون فضایی که بقیه نهار میخورن غیبت میکنن، تنها نهار بخورید به یه بهانه‌ای، ولی توی معرض غیبت قرار نگیرید. مورد بعدی، سوالات هدایت کننده به سمت غیبت نپرسید. خیلی از وقتا درون خودمون میدونیم این سوالی که داریم میپرسیم به کجا ختم میشه، شیطونی میکنیم. مثلا از سوال در مورد کسی که تو جمعمون نیست خودمون دوری کنیم. بعضی انگار یه کرمی دارن، یه سوالی میپرسن که این سوال جوابش چندین صفحه است، یا اصلا میدونی آقا خودت میدونی این کشیده میشه به فلانی. مورد بعد این که به محض شروع غیبت متوقف کنی. اگه تو جایی هستین که آدما در مورد غیبت کردن دارن حرف میزنن، غیبت میکنن، خیلی مؤدبانه قطعش کنی و بهشون بگید و بذارید اونا بدونن که شما نمیخواد به هیچ عنوان توی اون موقعیت ها قرار بگیرین. بذارید بقیه بدونن که شما تلاش میکنین غیبت نکنین. یکی از سخت‌ترین کارا متوقف کردن غیبت با کساییه که قبلا باشون غیبت میکردیم و معمولا با هم میشستید و به عنوان تفریح یا هر چیز دیگه این کار انجام میده. بهشون بگید که به شدت در حال تلاشین که غیبت نکنید. از اونا هم بخواین که به شما کمک کنن. اگه یه وقتی وسط صحبتتون غیبت رو شروع کردین، به شما یادآوری کنن که شما در حال ترک غیبت هستین. شاید مسخرتون کنن، شاید بگن که خانم جلسه ای شدی؟ با اونا ریختی رو هم که میخوای در مورد فلانیا صحبت نکنی. ممکنه 1000 تا انگ و برچسب بهتون بچسبونن. شما به این فکر کنید چی به دست میارم، چی از دست میدم. یه جمع بی خودی که صمیمیت عمیقی نداشتن رو ممکنه از دست بدن، ولی اینور خدا رو به دست میارم. کدوم ارزشمندتره؟ هر کدوم ارزشمندتره همونو بردارین. نگرانی نباشید که از یه سری از جمع طرد میشید. نگرانی نباشید که یه سری از دوستاتون رو از دست میدین. اصلا مهم نیست. خدا شما رو تو جمعی قرار میده که شما رو توی مسیر خدا هدایت کنن و شخصیت ثروتمند از شما بسازن. خدا تو زندگی شما دست به کار میشه وقتی که میبینه شما از بنده‌ای که نیست در غیابش دارید محافظت میکنید. صرفا به خاطر اینکه یه تعدادی میخواستن بخندن، یا یه تعدادی میخواستن مسخرش کنن، یا یه تعدادی میخواستن که فکر کنن که خیلی از اون بهترن. به این فکر کنید که چی به دست میارید، چی از دست میدید. و اصلا اونا رو ترغیب کنید اول برای ترک این غیبت، ولی نشد فاصله. سیاست یادآوری برای غیبت رو، ترک غیبت رو با دوستاتون به هم یادآوری کنید. اگه دوستای پایه و خوبی داشته باشین، اونا هم تو این مسیر با شما همراه میشن. اونا هم تو مسیر خودسازی و خودشناسی با شما همراه میشن. خدا تو زندگی همتون دست به کار میشه. چی قشنگتر از این که همه آدمای یه خانواده، همه یه جمع دوستانه با هم دیگه تصمیم بگیرن که غیبت نکنن. حالا بهتون میگم معجزه‌های ترک غیبت چی هست، ولی با هم دیگه قرار بذارین بدگویی کسی رو نکن. اگه اصلا خیلی راحت‌تر هم میتونیم به هم یادآوری کنیم که آقا مثلا داریم نزدیک میشیم به غیبت، تمرین سکوت کنین. همون که اول لایف بهتون گفتم، توی مباحث عرفانی و اخلاقی سکوت یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به خداست. یکی از فضیلت‌های اخلاقی، یکی از امن‌ترین راه‌ها برای پرهیز از غیبت صحبت نکردنه. و مخصوصا صحبت نکردن در مورد کساییه که
تو جمع حاضر نیستن. وقتی این قانون رو رعایت کنیم احتمال غیبت رو خیلی کم میکنیم. و آخرین چیزی که مرگ رو به یاد بیاریم که از توصیه‌هایی که به انسان شده اینه که گهگاهی به مرگ فکر کنیم. این کار علاوه بر این که ما رو از کارهای زشت باز می‌داره، ما رو مهربون‌تر میکنه و به سمت کارهای خیر، به سمت خدا، به سمت محبت به مردم سوق میده. یکی از چیزهایی که مطرح میشه اینه که چجوری از کسایی که غیبتشون کردیم حلالیت بطلبیم. خیلی مهمه. یادتون باشه بچه‌ها، برای حلالیت طلبیدن از بقیه لازم نیست حتما بریم بهشون بگیم که آقا در موردت غیبت کردم، چون ممکنه یه جنگی را بیفته. باید به ظرفیت طرف مقابل نگاه کنیم، ببینیم طرف ما ظرفیت شنیدن این موضوع رو داره یا نه، و ممکنه باعث شر بشیم. اگه کسی ظرفیتش رو داشته باشه بهش بگیم و طلب بخشش کنیم، ولی اگر که ظرفیتش رو نداره نیازی نیست بریم بگیم غیبت تو کردم. میتونیم یه جوری دیگه صحبت کنیم در موردش. چون وقتی که مثلا به یه نفر میریم میگیم که آقا غیبت تو کردم، بعضی اصلا دنبال داستانن. میگه خب حالا چی گفتین؟ کیا بودین؟ فلانی چی گفت؟ خب بعد شما یه چیزی میگین، اون با ذهنش یه چیز دیگه ای میشنوه، خروجی میشه یه چیز دیگه. بعد یهو میبینید اومدید یه کار ثوابی بکنید، یه جنگی راه انداختید، نه خودتون بین خودتون با اون، بین اون آدم که ازش غیبت کردید با یه جماعت دیگه ای هم این اتفاق میفته. اگه میبینید که این قصه سر دراز دارد و مشکل بزرگتر میشه، همون که بگید منو حلال کن، کپی میگه براش بگی همینجوری حلالم کن و از طرفش طلب استغفار کنید. اگه به کسی هم دسترسی ندارید از طرفش طلب استغفار کنید، از خدا بخواید که هم شما رو ببخشه هم اونو بابت گناهاش ببخشه. از طرفش رد مظالم بدید، به نیتش کار خیر کنید. بعضی حالا میپرسن که رد مظالم چیه، به کی باید بدیم؟ هر کسی از مرجع تقلیدش باید بپرسه. باید زنگ بزنید بپرسید، بگید میخوام رد مظالم بدم از طرف کسی، چه جوریه شرایطش، چه کاری باید انجام بدم، راهنماییتون میکنن. اینا جزئیاتیه که خودتون باید با توجه به اون بحثای دینی وارد بشین. و پس شد از طرفشون طلب استغفار کنید. شروع کنید به استغفار کردن بابت گناههای اونا و رد مظالم. این دو تا کار رو انجام بدید، چه دسترسی به فرد دارید چه ندارید. اگه دسترسی بهش دارید بهش یه حلالیت کلی ازش میگیریم و بعد این کارا رو انجام میدیم. اگرم دسترسی نداریم که فقط همون استغفار رو رد مظالم انجام میدیم. حالا با اونایی که پشت سر ما غیبت کردن چیکار کنیم؟ بحث شیرینش دیگه، درسته؟ کاش فلانی بود اینا رو میشنید، گوشت برادر مردش رو خورده، از این حرفا. همه این ما یادتون باشه که خطاکاری، متاسفانه این خطاکاری جزو ذات ما انسان هاست. خدا هم ما رو از این ویژگی آگاه کرده، بهمون تعلیم داده که هر وقت خطایی کردی توبه کن و به آغوش خدا برگرد. قطعا خدا بخشنده و مهربونه. آدم باید این صفات‌ها رو، این صفاتایی که خدا دوست داره تو خودش پرورش بده. همونجور که ما دوست داریم که بقیه ما رو ببخشن، همونجور که ما دوست داریم خدا ما رو ببخشه، خب ما هم باید بقیه رو ببخشیم دیگه. و باز همینجا خودخواهانه این کار رو میکنیم، برای آرامش خودمون، برای سبک شدن بال خودمون، برای اینکه گیره های زندگیمون باز بشه. نگید که نمیتونم ببخشمش، چند بار تا حالا تلاش کردم ببخشم نشده، نخواستیم دیگه. من به عنوان یک کسی که تمام تلاشمو برای بخشیدن یه نفر کردم، واقعا اون وقتی که میگفتم نمیتونم ببخشم فلانی رو، حقیقتا ته دلم که نگاه میکردم صادقانه میدیدم نمیخوام.
چون فکر میکردم تا زمانی که من این بار رو با خودم این ور اون ور حمل میکنم در واقع یه عذاب وجدانی برای اون ایجاد میکنم و از این طرفم باعث میشم که خدا انتقام منو از اون آدم رو بگیره. ولی بحثی که هست بچه‌ها اینه که وقتی ما میخوایم خودمون دست به کار بشیم برای اینکه اون آدم تاوان پس بده، ما یه قوای بدنی محدود، یه قوای ذهنی محدود، یه آدمی هستیم با یه سری ویژگی های محدود. خب ما باید انتخاب کنیم که خدای نامحدود برای ما جبران کنه اون کاری که اون آدم در حق ما کرده رو و اون اصلا تقاص و تاوان بگیره ازش، یا ما خودمون کدوم یکی به صرفه تره. باز اینو انتخاب میکنیم. انتخاب من اینه که نه، میخوام خودم دست به کار بشم، میخوام خودم برم بزنم مثلا پدرش رو در بیارم. یه وقتم یکی هست که میگه نه کرده بود. و کسی که خیلی هم ادعای دوستی با من میکرد یه دروغی در مورد من گفته بود و شروع کرده بود به غیبت و یه نسبت ناروایی رو هم به من چسبونده بود انگار. این آیه رو هم در نظر نداشته که خدا گفته بعضیا که پشت سر بعضیا غیبت میکنن گوشت برادر مرده‌شون رو دارن میخورن. و اگر اینو میدونست شاید این کار رو نمیکرد. شیخ بهایی میگه من یه برگه‌ای برداشتم و یه نامه بلند بالایی برای اون طرف فرستادم. اون طرف برای شیخ بهایی یه نامه نوشته و وقتی که فهمیده شیخ بهایی این داستان رو متوجه شده و ازش طلب رضایت کرده و ابراز ندامت و پشیمون که آقا ببخشید مثلا من پشت سر تو حرف زدم و به تهمت زدم. شیخ بهایی میگه که بهش گفتم که خدا به تو پاداش بده، تو بر من هدیه خیلی خوبی فرستادی، چون هدیه تو باعث سنگینی کفه حسناتم توی قیامت شد. پیامبر میگه که تو روز قیامت یه بنده ای رو برای حساب و کتاب میارن، کارهای خوبش توی کف است، کارهای بدش هم توی کف است. کفه گناه خیلی سنگین تره معمولا و یه ورقه رو میذارن رو کفه ثواب این. کارهای خوبش به واسطه اون برگه‌ای که میذارن اینجا خیلی سنگین تر از کفه گناهاش میشه. اون بنده میگه که اون عملای خوبی که داشتم تو کفه حسنات از قبل بود، این ورقی که گذاشتی چی بود که انقدر سنگین بود؟ من این اعمال خوبو نداشتم. خدا میگه که اینا در مقابل اون سخناییه که پشت سرت گفتن و تو خبر نداشتی. ثواب‌های اونا اومده تو کفه ترازوی تو. این حدیث شیخ بهایی به اون آدم میگه که این حدیث باعث میشه که من از تو سپاسگزار باشم به واسطه چیزی که به من رسوندی، با اینکه اگه حتی روبروی تو هم میبودم و بدترش هم انجام میدادی من بازم مقابله به مثل میکردم، باز هم عفو و گذشت و دوستی و وفای من در دوستی شامل تو میشد. این باقی مونده عمر خیلی گرامی تر از اونه که بخواد صرف این چیزا بشه و باید به فکر این چیزا که از دست رفته باشیم و تدارک آینده رو داشته باشیم. خیلی جالبه حرف شیخ بهایی و خیلی جالبه حدیث پیامبر. اگه کسی پشت سرتون غیبت میکنه بهترین بهانه اینه که ببخشیدش، چون کارهای خوبش رو داده به شما، کارهای بد شما رو خریده. بهترین انگیزه برای بخشیدن بقیه همین باید باشه و باز بهترین انگیزه برای اینکه ما پشت سر بقیه غیبت نکنیم باید همین باشه. همه خوبیایی که انجام دادیم میره، بدیای اونا میاد برای ما. طرف میاد رفته 1000 تا گناه کرده، چیزی که به مخیله ما نمیگنجه، اصلا ما داریم در مورد اون گناه ها قضاوتش میکنیم، ازش غیبت میکنیم. بدترین کارهایی که اصلا میشده بکنیم اون کرده. اون وقتی ما میشیم در موردش حرف میزنیم تمام اون گناه ها رو به جون میخریم، لذت اون گناهمون برده، سنگینیشو ما میبریم. بعضی وقتا با یک حرف تمام عبادت هامون رو نابود میکنیم. صحبت میکنیم، غیبت میکنیم، قضاوت میکنیم، تهمت میزنیم. گاهی یه چیزی رو میاییم به شهر نسبت میدیم، اصلا میگیم مشهدی ها همه فلانن، اصفهانی ها همشون اینجوری هن، یزدی ها اونجوری هن. ممکنه توی یه شهری چند تا آدم خسیس باشن، تو همه شهرها اینجوریه.
ولی ما میبینیم نسبت میدیم به همه آدما. یه وقت ما در مورد یک نفر غیبت میکنیم، یه وقت در مورد یک شهر غیبت میکنیم. اینا غیبته ها، یعنی اینا چیزی نیستش که مثلا میگیم ای بابا اینا جوک فلانه. نه 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 نه، گفتیم دروغ سیاه و سفید، کوچیک و بزرگ، شوخی و جدیش ریز بریزش حساب میشه، بازتابش میاد تو زندگیمون. طرف مینید مشروب میخوره، ما میگیم این دزدم هست. این که میبینید داره مشروب میخوره سر فلان میز نشسته، این دزدی هم میکنه، در حالی که دزدی رو ما داریم بهش نسبت میدیم پشت سرش. گناه مشروب خوری اونم میاد برای ما. چیزایی به بقیه نسبت میدیم که تصورات ذهنی خودمونه. مثلا یکی میاد میگه اینا همه فامیلشون اینجوری هن. همه شهرشون اینجوری هن. همه عربا، همه مشهدی ها، همه نمیشه در مورد همه اینجوری حرف زد ها. تک تک این حرفا حساب و کتاب داره. خیلی از گره هایی که تو زندگیامون میفته به خاطر همین چیزاست، به خاطر این توجه نکردنی به کلام، خاطر اینکه هرچی به دهنمون میرسه میگیم. و عبادت هایی که به سختی جمع کردیم ذره ذره، به خاطر همین گناه ها بین میره. عبادت هایی که نمازهای صبحی که مثلا پا میشی به سختی میخونی، شب دیر خوابیدی، خسته ای، یهو میای میبینی همه رفته برام. چند تا آیه تو قرآن هست میگه تمام خیری که میکنید روز قیامت دود میشه میره. میشه برداشتیم از اون ریخته. یکی از این عرفا نمیدونم کی بود یه حرف قشنگی زده بود، میگفت ثوابتونمون سوراخه، جمع میکنیم، محبت میکنیم، صدقه میدیم، کار خوب میکنیم، سینه زنی میریم، روزه میریم، حرم میریم، خیر میرسونیم به آدم‌ها. یه عالم همینطوری از این کیسه رو شما فکر کنید اینجا سرشون نمونه، هی یکی یکی کارهای خوبمون رو اینجا میفرستیم تو. کلی کار خوب میکنیم به حساب خودمون. یه غیبت میکنیم، یه قضاوت میکنیم، یه تهمت میزنیم، یه چیزی رو به یه نفر نسبت میدیم، میگه ثواب زیاده ولی ثواب دونا سوراخه. از اون ور همه سوراخ میشه میره توی نامه اعمال اون طرف. آیت الله حقشناس میگه که ترک گناه رو با ترک کردن گناهان زبانتون شروع کنید و از ترک مطلق غیبت کردن شروع کنید. اینقدر غیبت بده. یکی از اولیا به الیاس نبی و خضر علیه السلام شکایت کرد که مردم خیلی غیبت میکنن. غیبت از گناهان کبیره، از هرچی هم نصیحتشون میکنم گوششون بدهکار نیست. بهش گفتش که یه ذکری میخوام یادتون بدم که هر کسی وارد یه مجلسی شد بگید این ذکر رو بگه. وقتی این ذکر رو میگه، اون ذکر اینه، اول بگم بهتون بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. میگه وقتی اینو میگن خدا یه ملکی رو به اون مجلس موکل میکنه که هر کس شروع به غیبت کرد اون ملک مانع این کار بشه. پس وقتی تو جمع دوستاتونم قرار گرفتین اینو بگید برای اینکه غیبت نکنید، نه اینکه بگید بعد بیاید بشین بگید که خب حالا بچه‌ها بیاید بشیم شروع کنیم غیبت فلانی رو بکنیم ببینیم چجوری این ملکی میخواد مانع غیبت ما بشه. چون بعضی اینجوری هن دیگه، مثلا میگه آقا فلان ذکر برای روزی خوبه، میره میگه که بگه این ذکر جواب نمیده، به این هدف و به این منظور میره انجامش میده، نه با این دیدگاه که این کلام خداست من مطمئنم که جواب میده، من انجامش میدم که جواب بده. پس با این دیدگاه بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد، اینو گفت
اون ملک وارد اون مجلس میشه و مانع از این غیبته میشه. مهمترین چیزی که غیبت به همراه داره بحث حق و ناس. تا بحث حق و ناس مطرح میشه، بعضیا میگن که دزدی نکردیم، که مال مردم رو نخوردیم، که از دیوار مردم که بالا نرفتیم، دستمون رو تو جیب کسی نکردیم. حق و ناس فقط از دیوار مردم بالا رفتن نیست. حق و ناس فقط دزدی کردن نیست. حق و ناس این نیستش که شما بیاید دستتون رو بکنید تو جیب من یه پولی بردارید و برید بشه حق و ناس. حق و ناس میشه همین غیبته، میشه قضاوته، میشه تهمته. حق و ناس میشه همین دل شکستنه. حق و ناس میشه همین ظلم کردنه. حق و ناس میشه همین شوخیه که حواسمون نیست، میگیم که مثلا کسی رو بخندونیم ولی دلشو میشکنیم. حق و ناس همین حرفاست، همین که یکی دلش میشکنه ولی روش نمیشه که به ما بگه دلم شکسته به خاطر فلان رفتارت، به خاطر فلان حرفت، به خاطر فلان کارت. بعد یهو نگاه میکنیم به زندگیمون، میبینیم که چقدر گره و چالش داریم. هر چی محاسبه میکنیم میبینیم نباید انقدر زندگی من سخت باشه. معادله ها با هم جور در نمیاد. من نباید این همه سختی بکشم، نباید این همه غم و غصه و درد داشته باشم. این دو تای نمیخونه. ولی وقتی ریشه یابی میکنیم میبینیم اوه مثلا من عادت به غیبت کردن دارم، من عادت به تهمت زدن، من عادت به قضاوت کردن دارم. من تفریح همینه که صبح گوشی رو بردارم با مامانم بشینم 1 ساعت صحبت کنم در مورد خواهر شوهرم و مادر شوهرم و زن داداشم و داداشم و خواهرم و شوهر خواهرم و هر کی که دیگه برسه وسط. من اصلا جز سیستم زندگی مینه با خواهرم بشینم ساعتها در مورد رفتار مادر شوهر و پدر شوهرم، شوهرم، بچم. محقم میدونم خودمو. گاهی اوقات گریه هم میکنم، حتی پشت سر بقیه میشنم صحبت میکنم و بعد نگاه میکنم میبینم که زندگیم پر از سختی و چالشه. بعد یهو نگاه میکنم میبینم که اگه یه روزی نتونم به هر دلیلی مثلا با خواهر و مادرم صحبت کنم و حرف بقیه رو بزنم، چقدر حالم بده اون روز. پس سر کی خالی کنم این آشغالای درونیمو؟ اینا با حرف زدن تخلیه می شده. بعد من اینا حرفا رو میزنم، اونا رو پر میکنم، اونا رو میفرستم توی خانواده دیگه، مادرم رو، خواهرم رو. اونا میرن باز اونا هم چند نفر دیگر رو پر میکنن. مگه چند تا آدم آگاه بین ما هست که اینا رو بگیره و با خودش حمل نکنه؟ همه معمولا درگیرش میشن. پس اینا حق و ناس. امام حسین شب عاشورا چی گفت؟ چراغا رو خاموش کرد، گفت اگه حق و ناس گردنتونه برید، چون اگه شما روز عاشورا تو رکاب منم شهید بشید یه حق و ناس جبران نمیشه. که از اون جمعیتی که اومده بودن 72 نفر موندن، همه رفتن، چون فکر کنید هم کشته میشدن هم این که حق و ناس گردنشون بود. این داستان حق و ناس خیلی مهمه. رد مظالم یادتون نره، استغفار از طرف آدمایی که زیاد در موردشون صحبت کردیم یادمون نره، یه حلالیت کلی ازشون گرفتن یادمون نره. قرار شد جزئیات رو نگیم اگر که چالشی ایجاد کنه، فقط بگیم مثلا ما یه حلالیت ازت بگیرم، حالا به هر بهانه‌ای. و مراقب کلاممون باشیم، مراقب زبونمون باشیم. خیلی وقتا با این زبونه، با این کلامه، با این ظلمه، با این حق و ناسه خیلی ها رو از زندگی ناامید کردیم، به خیلی آسیب زدیم، عمر و جوانی و زندگی خیلی ها رو هدر دادیم. این حق و ناسه چیزی نیستش که ما صرفا از خدا توبه کنیم و تموم بشه. حق و ناسه یه چیزیه که خدا خودشون میکشه کنار اونجا. بحث حق الله و بحث حق و ناس. تو بحث حق و ناس خدا هیچ دخالتی نمیکنه، هیچ. شمایید و اون آدمی که ازش غیبت کردید و اینو جدی بگیرید. حتما امشب با خودتون خلوتی بکنید، ببینید که چه حق و ناسایی گردنتون هست تا دیر نشده جبران کنید. شاید فردایی نباشه، شاید
من شما فردا رو نبینیم، شاید 1000 تا شاید. منتظر اون فرصت نباشیم که حالا یه روزی میرم یه هدیه میخرم از دلش در میارم. نه، ممکن اون فرصت هیچ وقت نرسه. بریم با هم دیگه سراغ مناجات امشب. خداوندا ای خدای تنهایی، آن زمانی که همگان به انسان پشت می کنند، تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشد. خودت را از من دریغ نکن. خدایا ای خدای اجابت، هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمی ماند. ما را خواستن بیاموز. خدایا هر بنده‌ای که به درگاه تو می آید جز سر افکنده و دست افراشته هیچ ندارد. تو آن را محروم نمی کنی. تو بنده ای را که همه سرمایش امید به توست از خودت نمی رانی. این را لطف عمیق تو هر صبح و شام گواهی می دهد. ما را از خودت مران و محروم ما نکن. خداوندا دستان تهی از تو و آلوده به معصیت است، اما دلمان سرشار از عشق توست. به دستمان نگاه نکن، به دلمان هم نگاه نکن، به خودت نگاه کن. خداوندا تو از هر چه بگذری از آن ستم که به نام دین خودت بشود نمیگذری. حربه دین را از دست ستمگران بستان. و به ظهورش گره از کار فرو بسته عالم بگشا. آمین یا رب العالمین.